SPF کرم ضد آفتاب چیه و بهتره چقدر باشه؟ مقدار SPF یا Sun Protection Factor به ما میگه ضد آفتابی که داریم چقدر از پوست ما در برابر تابش نور خورشید محافظت میکنه و خب قاعدتا هرچی این عدد بالاتر باشه کرم ما هم اثر محافظتی بیشتری در برابر اشعه UV داره. ولی مسئله اینجاست که هرچی SPF بالاتر میره مقدار چسبندگی ضد آفتاب هم بیشتر میشه و ممکنه یه حس ناخوشایندی رو هنگام استفاده برامون ایجاد کنه و باعث بشه تمایلی هم به ترمیم کردنش نداشته باشیم. با در نظر گرفتن تمام این موارد بهترین راه حل استفاده از ضد آفتاب با حداقل SPF 30 که حدوداً 97% اشعه UV رو جذب میکنه و خب این مقدار قابل توجهیه و از طرفی هم حس چسبندگی خیلی زیادی روی پوست ایجاد نمیکنه. فقط یادتون باشه که ضد آفتاب رو باید نیم ساعت قبل از خروج از خونه بزنید و ضد آفتابتون هر مقدار SPFی هم که داشته باشه لازمه هر 2 ساعت یک بار ترمیم بشه و مقدار این SPF هیچ ارتباطی با زمان ترمیمش نداره. شما دوست دارید راجع به چه موضوعات دیگه براتون صحبت کنیم؟ توی کامنت ها برامون بنویسید.